5 تا از گرونترین فستیوال های دنیا. آخریش فقط برای میلیونر هاست. شماره 5 برنینگ من آمریکا، یه فستیوال خاص شهرهای نوادا که پول زیادی میطلبه. از بلیت گرون گرفته و سازه های هنری غول‌پیکر تا تدارکات بقا برای یک هفته در شرایط سخت و خشن بیابون. خرجش حدود $2500 برای همه. شماره 4 کوچلا آمریکا، نمادین ترین فستیوال دنیا که هر سال سلبریتی ها و اینفلوئنسرهای دنیا برایش صف می‌کشن. بلیت VIP، اقامت تو هتل‌های لاکچری، راننده شخصی و مهمونی‌های پشت پرده. برای یک تجربه کامل VIP تا $10,000 هزینه داره. شماره 3 تومورلند بلژیک، بهشت موسیقی الکترونیک با صحنه‌های شبیه فیلم‌های علمی تخیلی. پکیج‌های ویژه شامل لانژ خصوصی، بار اختصاصی، پذیرایی سلطنتی. هزینه‌اش $15,000 برای پکیج اولترا VIP. شماره 2 سیکرت سولستیس ایسلند. عجب سوسیسی، همش گوشته. این فستیوال تجربه دیوونه‌واری مثل کنسرت تو دل یخچال‌های طبیعی یا توی آتشفشان رو ارائه میده. پکیج‌های مخصوص میلیونرها با خدمات اختصاصی و جابجایی با هلیکوپتر، بعضی‌اش به $50,000 میرسه. و بالاخره شماره 1 فستیوال میلیونرها، جزایر ویرجین بریتانیا. فستیوالی فوق خصوصی تو جزیره‌ای بهشتی. ورود فقط با دعوتنامه، مخصوص میلیاردرها و سلبریتی‌ها. اجرای بهترین هنرمندای جهان و خدمات 5 ستاره روی قایق‌های تفریحی. هزینه $1,000,000 برای دسترسی کامل. اگه میخوای چیزای عجیب و باحال دنیا رو ببینی، سابسکرایب یادت نره.